سلام دوستان، امروز با موتور برابوس S500B50 مرسدس هستم. دوستان، از بیرون موتور براتون میگم، از داخل موتور براتون میگم. میریم در اتوبان و سرگاه ناهموار که این موتور چه قسم خدا نشان میده. دوستان، پیشوری موتور چیزی که در چشم آدم اول میخوره لوگویش هست، مرسدس، و این لوگوی دومی که هست بر برابوس هست. خوشبختانه بگم بدبختانه بگم که با کل موتورها همی هست. پمپر پیشوری از این موتور چیزی که نوآوری شده، یک کامرا بر از این موتور اضافه کردن که این را باز چک میکنیم. خب پلاستیک است دوستان. این قسمت پایان هم که میبینی، پمپر پایان، این هم کلش پلاستیک است، اما مثل کربن است. فکر میکنی کربن از اضافه شده؟ نه، کلش پلاستیک است. خب قیمت موتور هم براتون میگم که در این قیمت آیا ارزش داره یا نداره. و چراغایی که LED که برای دادن از طرف شب یک چیز دیگه است، براتون روشن میکنه، طرفتان نگاه میکنه، خودتان خوشتان میایه. این بود پیشوری موتور. حالا میریم در بغل موتور. از بغل موتور دوستا، درازی از این موتور بالای 5 متر است که پارک پلات پیدا کردن در داخل شهر واقعا سخت است. خب تایر ازی 21 اینچ می باشه، 21 اینچ است و لوگوی مرسدس بنز در داخل ویلکاب ازی درج شده. نظرتان چیست؟ آیا این تایر در این موتور میخوانه یا نه؟ در کامنت بنویسیم برای ما. یک چیز خاصی که در این موتور اضافه شده، سعی کنن دستگیر ازیست. خب وقتی که نزدیک میشن باز میشه، میتونین موتور رو باز کنن. پس دوباره بسته شد. چقدر عالی است نه؟ میرم عقب موتور. عقب موتور رو ببینین دیگه. چی بگویم براتون دوستان. برابوس B50 چقدر خشنی را جور کرده دوستا. میبینین LED هایش میبینین، چراغا را میبینین دوستا. و ناگفته نمانه 4 دان اگزوست داره. 4 دان اگزوست داره. اگزوست ها یک تستش میکنیم، آیین است. اما قسمی که یادآوری کردم بدبختانه یا کلش پلاستیک است. کاش که اینا کربن میبود خیلی عالی. اما طرح و دیزاینش مثل کربن است. از دور که ببینی فکر میکنی کربن است. خب دوستا، به نظرتون پسر از این چطوری است؟ خوشتان میاد همین طرح و دیزاین؟ قیمتش براتون میگم. خب که آیا در قیمت ارزش از این داره یا نداره، در کامنت باز بنویسین. خب حالا میریم داخلش. این موتور 3 لیتری می باشه، 6 سیلندر و دارای 550 اسب بخار، 600 نیوتن متر. دوستا، اشترینگ موتور چرم می باشه، لوگوی مرسدس بنز و دکمه‌ای که در تمام اشترینگ‌ها می باشه. چیز خاصی که در این موتور دادن، کربن. میبینن دوستا چقدر خاص، چقدر ظریف کار کرده. و دیسپلی که در این موتور داره. بعضی چیزا آپشن هست که براتون نشان میدم در وقت دریوری. سقف موتور الکانتارا، تیکه الکانتارا برای از کار گرفته شده و شیشه. بعضیشون پلاستیک میباشه، شیشه هست. از اینجا میتونن بازو بسته بکنن. و بغل موتور میبینن دوستا چقدر از چرم درست کردن و چقدر مقبول است. راستی اگر این موتور شما می بود، چه قسم داخل از این را طرح و دیزاین میدادن؟ و کامنت بنویسن. چوکی از این را میبینن دوستا، چرم است. چقدر ظریفی را کار کردن. مرسدس است. قیمتش میفهمین چند است این موتور؟ از 1,20,000 یورو شروع میشه. دیگه شما حساب کنین ارزش داره یا نه. خب دوستان، حالا میرم در اتوبان، سرعت 0 تا 100 تست میکنیم، در چند ثانیه میرسم
و داخل کوچه میریم که ببینیم در کوچه تنگ چه قسمی هست این موتر بردار دراز و در سرکای چقرچقوری میگه یا ناهموار ببینیم که چه قسم احساس میکنیم، احساس راحتی میکنیم یا که نه بعضی موترات شور میته آدم یا را تست میکنم. دوستان فعلا در قسمتی آمدیم جایی آمدیم که سرکای ناهموار است، اما من کدام احساسی به حساب ندارم که با وجودی که سرکام ناهموار است راحت تو ایتری شور نمیخورم دیگه، راحت میرم، هیچ اصلا کدام احساسی نمیکنم. ما دوستا وقتی که پیش چراغ استارت میکنن میبینن او کمره پیشوری چه فعالیتی داره، اینی ویژگی را داره، راحت میتونن تمام چیز ببینن. خب دوستا از کوچه بر آمدیم، آل سرک عمومی میریم به طرف اتوبان. در داخل اتوبان 0 تا 100 تست میکنیم و او شمالی که در اتوبان مثلا در سرعت زیاد آیا در گوش ما میرسه، او محکم کاری را این موتر داره یا نه. و دوستان اگر این موتر از شما می بود داخل و بیرون زیره چه قسم طرح و دیزاین میدادن در کامنت همراه ما شریک بسازن. دوستان در داخل اتوبان هستیم که به ترافیک برابر شدیم. از بغل ما موتر 18 چرخ یا الکاوه میره با صدایی که اینا داره، اما ما هیچ صدایی را احساس نمی کنیم. واقعیت محکم کاری که مرسدس داده بود عالی است، هیچ صدا از بیرون و داخل نمیه. و 50 تا 100 تست میکنیم که چند ثانیه در بر میگیره. خب 3 2 1 حمله. 100 120 130 140 150 4.7 ثانیه. قدرت و صدا از بیرون اصلا داخل نمیاد. محکم کاری که وعده داده بود محکم کاریش واقعا عالی است، هیچ صدای بیرون از بیرون و داخل نمیاد، نه شمال است نه که از بغلای موترم که رد میشه هیچ صدا ما احساس نمیکنم. و نگفته نماند دوستا طرح دیزاین داخل موتر که دیدن، از نظر من طرح دیزاین داخل موتر به پورش پانامیرا و BMW 7R میمانه. و ویدیو قبلی که من درست کردم آودی A8L تقریبا شباهت از اونم داره، بریم ببینن و نظریتتان در کامنت همراه من شریک بسازن که ببینم آیا چیزی که گفتم درست است یا نه. خب دوستایم بود از موتر برابوس S500B50 مرسدس. کسایی که عاشق از این موتر هست در کامنت تگش کنن که ویدیو را ببینه. لایک کامنت یادتان نره، بالخصوص سابسکرایب. شما را بالله حافظ مسپارم.